یک روز در خانه نشسته بودم. رازهای دلم خیلی زیاد شده. خواستم به نزد مادر روم و یک دردم را براش گویم. وقتی به نزد مادر رفتم جرأتی گفتن نکردم. مادرم به سیمایم نگریست و یک خندید. گفت دخترم در دل رازی داری بگو. گفتم مادر جان حاضر به سیل می روم، بدن آمده یک برات رازهایم رو می گویم. زی پیشانم بوسید و با خنده گسیلم کرد. به صحرا رفتم، سیر طبیعت کردم. از دوران گذشتم به خاطر آوردم. گهی می خندیدم، گهی افسوس می خوردم. ناگهان برام زنگ تلفنی شد. بینم خواهرم. وقتی تلفن را برداشتم صدای گریه و فغان بود. گفتم چی شد؟ مادرم گفت تو گریست. هیجان فروم گرفت. گفتم با مادرم چی شد؟ ناگهان صدای فغانش خیلی بلند شد و گفت از این دنیا رفت. ناگهان یک باد سرد وزید. دیگر ندانستم که در زمینم یا در سما. اشک در چشمانم حلقه زد و زبانم لال بست. گریان و نالان، فغان کنان، گهی افتیده و گهی خیسته به سوی خانه شتافتم. وقتی به خانه آمدم دیدم همگی در نزد درند. هنوز باور نکردم. با هیجان وارد خانه شدم. وقتی وارد خانه شدم دیدم مادرم در میان همگی با لباس سفید خواب است. سیمایش خورشیدی رو میمان، گویا به خواب ناز رفته است. به نزدش رفتم و نشستم. اشک به اختیار زی چشمانم جاری شد. دستش را به کف دست گرفتم و ناله و فغان کردم. دستانش خیلی سرد بودند. سرم را بالای قلبش گذاشتم. نمی تپید. گفتم آچه جان ببین من آمدم. برای گفتن رازهای درون سینه‌ام آمدم. برخیز تا برات قصه ها کنم. مرا نترسان آچه جان گفتم و فغان و ناله تا به فلک کردم. ولی گویا مادرم مرا نمیشنید. اونقدر ناله و فغان کردم که از ناله زیاد از هوش رفتم. وقتی به خود آمدم دیدم مادرم را نفران بیگانه در بالای چارچوب به سوی مکان همیشگیش به دنیای خاموشی می بردن. زی دنبالش برآمدم، فغان کردم، ناله کردم، زاری و تولا کردم که نبرید. بار دیگر سیمایش را ببینم، بار دیگر بویش را استشمام کنم. ولی گویا کسی مرا نمیشنید. او را بردند و زیر خاک سردش کردند. وقتی همگی برگشتند دنیا را چون درون قلب من تاریکی فرا گرفت. به نزدش رفتم و نشستم. خاکش را به کف دست گرفتم و فغان تا به فلک کردم. گفتم آچه جان برخیز که پزمانت شدم. پزمان خنده هایت، پزمان سیمایت، پزمان هر تار موی سفید و پزمان قلب پاکت شدم. ولی مادرم مرا نمیشنید. آنقدر باد سرد میوزید که گویا آدمان میخواست غم و درد را از من برد. ولی برعکس برام درد میآورد، فراق میآورد، سوزش میآورد.
گویا آن ماه نمیخواست که این منظره ماتم زده را ببیند. در پشت ابرها پنهان گشته بود. گویا ابرها نیز به حال زار من میگریستند. مثل بلبل اندرون قفس ز فراق مادر می سوختم و ناله می کردم. اگر بلبل از فراق گل نالد، من از فراق مادر جان خود می نالیدم، ولی کسی به دادم نمی رسید. وجودم آنقدر می سوخت که از سوزش زیاد لخت جگرم می لرزید. قلبم پاره پاره می شد، ولی مادرم مرا نمی شنید. مادر جان، متاسفم از آن لحظه هایی که به قدرت نرسیدم. خیلی و خیلی متاسفم. اگر می دانستم که این روز می آید، هر لحظم رو در کنار تو، در آغوش تو می گذرانیدم. ولی متاسفم از آنی که این لحظه ها ز دستم رفتند. عزیزان دل و دیده، به قدر مادران خود برسید، زیرا مادران خیلی و خیلی بزرگند. متاسفانه زندگی دیگر به انسان بر نمی گردد تا خطاگی هایی کرده من را اصلاح کنیم، تا بار دیگر سیمای دوباره مادر را ببینیم. این قصه از حیات یک نفری بود که در نزدم با گریه و زاری و تولا، با فراق و هزار حسرت، با فغان و ناله از مرگ مادرش قصه میکرد. اگر با این ترانه خود قلب نفری را آزرده باشم، مرا بر من ببخشید. با احترامی بیاندازد، شهلا.